دوستان عزیز، امروز 14 دکبر سال 2025 روز یکشنبه. من این شهر کیش، من همین بینید چخیل شب باران سخت بارید، سبزه ها، هوا گرم، گل های رنگارنگ، همین با انسان نیرو میبخشد، قوت میبخشد. من این معجزه های دست انسان همینه که کردگی آدم ها اومده من هم خیلی چیزای ساختگی درونی همین دورهای پیش ما میگفتیم کپا، یعنی همین از همین قمیش و از همین چیزا خانه میساختن. یک قسم قبیله ها در هندوستان از همین خانه هاشو از همین عبارت هست، چون که اونجا گرم هست، شب در آمده خواب میکنن، بیگاه و برامده از پای کار میشن. ما همین شب و روز حرکت میکنیم، خانه سازیم، خانه های بعد واهمه چندین و نه که آنها اینقدر به درد ما نمیخورد. همه چی با طبیعت باشد، نزدیک باشد، در آزموری در دست طبیعت، دست خدا. من این منظره های زیبایی بینید. من این کس طبیب خلقی مصطفی از ناحیه مچا، من همراه ما سیر و گشت کرده ایستادن پگاه قطعی. من اکنون شما همینه دارید، من پیش گروه ایستان هم تا رفتن گرد، هم تو دارید. من سر خواب دادم من تو گل نه جانی من، هرگز تو گل نه. جربه مراد سرود میخونه. من این گل ها همه جایی که گل هست، سخنهای نفس هست، محبت هست، دوستی هست، مردم سالم درازم خوشبخت هستن. برای همین ما با حرکت میکنیم که بسیارتر سفر کنیم. در سفر بسیار چیزی می آموزید، یک چیزی نو یاد میگیرید. من حاضر همین یک جایی که خیلی بزیب خوشرو، نه که آنقدر حدوداً جای کلام نیست، نه همینه معجزه های دست انسان آفریدگی. من خداش همین درخت ها و آب میماند، یعنی که هر روز در میان باران های سخت میبارد، حاجت آبمان گفتگی دست آدم کار میفرمندگی شرط نیست. من فقط انسان میتوند که این گل و گیاه های چیکار کند، شاخهاشو زند، غذاش تیات، مثلا خاک تغییر تیات ترکیب بشه. من این یکی از گوشه های شهر کیش، خلیج فارس. اگر ما حدود 1 کیلومتر پایینتر رویم خلیج فارس هست، آب. من حاضر من این درونی همین منظره های این باغ بینید. من این درخت ها همین با دست انسان آفریده شدگی. هر جا که آدم ها مهنت میکند آباد میشد. بهترین جای ها. طبع شما دائم خوش هست، شما نیرو میگیرید از همین درخت. من اینجا بینید، اینجا هم یک آبشار ساختگی، آب سر میتین، از همون بلندی ها آب میفراد با انرژی. همه چی در جهان از انرژی وابستگی دارد، یعنی نیرو. ما نیروگاه راغون و نارنگ میگوییم. انسان هم نیرو دارد. اگر نیروهای شما سازنده باشد، گرد و اطراف آباد میشد، خوب میشد. اگر نیروهای فکرانی شما گنده باشد، همه جا ویران میشد، حتی رستنی ها نشو و نما نمیکنند. این علم اثبات کردگی هست. برای همین علمی هست با نام کاسمو انرژتیکا و امروز معاین کرده شده که زیاده از 200 کانال ها از کاسموس به زمین علاقه دارد و همه انرژی که با انسان پیوست شده بسیار بیماری ها خودش نقص شده می رود. سلامت باشید، 100 ساله شوید، در جریان باشید. تا 22 دکبر ما می توانیم هر روز در یوتیوب کانال دکتر طاهری از جریان کنگره و سفری عضو اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان با شما معلومات داده استیم. سلامت باشید، با طبیعت باشید، 100 سال عمری پربرکت بینید.